اونا فقط به این دلیل میدوند که تو داری دنبالشون میکنی. اونا فقط به این دلیل مقاومت میکنن که تو داری التماس میکنی. و اونا فقط به این دلیل سربیچی میکنن که تو اولین قانون قدرت رو فراموش کردی. هرگز نباید به نظر برسه که به کسی نیاز داری. ماکیاولی فقط در مورد فرمانرواها و سیاست ننوشت. او در مورد ذات انسان نوشت و چیزی رو فهمید که بیشتر مردم از پذیرفتنش میترسن. کسی که کمتر اهمیت میده بیشتر کنترل میکنه. وقتی دنبال میکنی اونا رو روی سکو میذاری، اهمیتشون رو بالا میبری، اعلام میکنی که اونا جایزه هستن و با این کار خودت رو از قدرت محروم میکنی. اما وقتی عقب میکشی، وقتی جدا میشی، وقتی دست از تلاش برای متقاعد کردنشون بر میداری، اونا اون رو حس میکنن. متوجه سکوت، نبودن و کنترل میشن. ماکیاولی میدونست که مردم به خاطر عشق وفادار نیستن. اونا به خاطر ضرورت، ترس و منفعت وفادارن. او نوشت اگر مجبور باشی انتخاب کنی بهتر است از تو بترسند تا دوستت داشته باشند. زیرا عشق مشروط است، محو می شود، فراموش می کند. اما ترس اطاعت می کند. ترس احترام می گذارد. ترس صبر می کند. تو فکر می کنی دنبال کردن نشانه وفاداریه. فکر می کنی پافشاری عاشقانه است. اما در واقعیت ماکیاولیایی این ضعفه. شیر از گوسفند التماس نمی‌کنه. پادشاه به دنبال خیانتکار نمیره. قدرتمندان توضیح نمیدن، عمل میکنن. تو توجه، احترام و اطاعت اونها رو میخوای؟ راه برو. نه از روی کینه توزی، از روی قدرت. چون وقتی دست از دنبال کردن برمیداری رمز و راز ایجاد میکنی. وقتی دست از ارزش دادن بهشون برمیداری کمیاب میشی. و وقتی دست از اهمیت دادن برمیداری اونا شروع به شک کردن در مورد همه چیز میکنن. اونا میپرسن آیا من از دستشون دادم؟ چرا برای من نمی جنگن؟ آیا من کافی نبودم؟ و در اون مارپیچ شک اونا اطاعت میکنن. نه با زنجیر یا دستور، بلکه با وحشت از دست دادن چیزی که هیچ وقت به طور کامل نداشتن. تو دینامیک رو برعکس میکنی. حالا تو اون راز هستی. حالا تو اون جایزه ای. ماکیاولی گفت مردان بیشتر با چشم قضاوت میکنند تا با دست. اونا چیزی رو که میبینن باور میکنن. پس دست از دنبال کردن بردار. شروع به ساختن سکوت کن. شروع به کمیاب شدن کن. شروع به حرکت کردن مثل کسی کن که به اونها نیاز نداره. چون اون موقع هست که اونا به تو نیاز پیدا میکنن. اطاعت از زور به دست نمیاد. از نبودن، از کمیاب بودن و از کنترل سرد و حساب شده به دست میاد. پس دفعه بعد که میخوای بمونن، دنبال نکن، گریه نکن، التماس نکن. فقط ناپدید شو و تماشاشون کن که چطور برمیگردن. توضیح دادن یک سم است. اونا میگن اگه چیزی رو دوست داری، دنبالش کن تا مال تو بشه. اما ماکیاولی حقیقتی رو دید که بقیه حاضر نیستن بلند بگن. دنبال کردن ضعفیه که در لباس میل پنهان شده. وقتی دنبال میکنی دستت رو میکنی، گرسنگیت رو آشکار میکنی، قابل پیشبینی میشی و قابل پیشبینی بودن مرگ قدرته. مردم به کسانی که برای اونا خودشون رو به آب و آتش میزنن احترام نمیذارن. ازشون سوء استفاده میکنن. اونا روی اونها راه میرن. اونا بدون بخشیدن میگیرن. قدرت به سردها، بی تفاوتها و کسانی که هرگز نشون نمیدن چقدر اهمیت میدن تعلق داره. ماکیاولی نوشت مرد خردمند کاری رو که احمق بالاخره انجام میده فوراً انجام میده. یعنی وقت رو برای التماس برای احترام هدر نده. با تبدیل شدن به کسی که به اون نیاز نداره اون رو به دست بیار. لحظه‌ای که دست از دنبال کردن برمیداری به جایزه تبدیل میشی، به نیروی تبدیل میشی که اونا میخوان رامش کنن اما نمیتونن لمسش کنن و اون ترس از دست دادن تو چیزیه که اراده اونها رو خم میکنه. چون انسان‌ها از کسانی اطاعت میکنن که دنبالشون نمیرن، نه به خاطر عشق بلکه به خاطر اینکه نمیخوان کنترل رو از دست بدن و از دست دادن کنترل به کسی بی تفاوت ترسناکه. دست از دویدن دنبال تایید بردار. دست از التماس برای توجه بردار. دست از کوچک کردن خودت بردار. راه برو انگار که صاحب دنیایی.
چون در بازی قدرت تو صاحبش هستی. قدرت داده نمیشه، در سکوت به دست میاد، در فضایی نگه داشته میشه که بقیه ازت انتظار دارن ضعف نشون بدی و تو هیچ چیزی نشون نمیدی. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، پیامی میفرستی که کل دنیای اونها رو میلرزونه. دیگه یک پژواک ناامید توی زندگی اونها نیستی. تبدیل به شبحی میشی که نمیتونن فراموشش کنن. ماکیاولی به فرمانرواها یاد داد که از نبودن به عنوان یک سلاح استفاده کنن. چون وقتی چیزی کمیاب میشه، ارزشمند میشه. حضور تو یک ارز هست و مثل هر ارز دیگه‌ای اگه زیادی ازش رو چاپ کنی ارزشش کم میشه. دنبال کردن مثل سرازیر کردن سکه های بی ارزش به بازار هست. تو رو بی ارزش میکنه. اما کنار کشیدن، عقب رفتن، کمیاب شدن، اینطوری قدرتت رو دوباره به دست میاری. اینطوری اونها رو وادار به دنبال کردن خودت میکنی. اونا سعی میکنن سکوت رو با سر و صدا، با بهانه، با وعده پر کنن. نادیدش بگیر. چون لحظه‌ای که جواب میدی، دوباره قیمتت رو پایین میاری. در وحشت خودشون رنگ واقعیشون رو نشون میدن. ناامیدی، طمع، ناامنی. با دقت نگاه کن. این زمانیه که ضعیف‌ها از هم میپاشن و قوی‌ها اوج میگیرن. قوی‌ها برای تسکین غرورهای شکسته عجله نمی‌کنن. اونا میذارن هرج و مرج رخ بده، چون هرج و مرج به ناامیدها تعلق داره. کنترل به آروم‌ها تعلق داره. وقتی اونا شروع به اطاعت میکنن، به این دلیل نیست که تو برای وفاداریشون التماس کردی، بلکه به این دلیل هست که حاضر به مالکیت توسط کسی نبودی. تو فضایی رو تراشیدی که در اون اراده تو قانونه، جایی که نبودنت بهت احترام رو به ارمغان میاره، جایی که سکوتت غرور اونها رو میشکنه. ماکیاولی گفت مردان به طور کلی بیشتر از واقعیت از ظاهر قضاوت میکنند. همه چشم دارند، اما تعداد کمی محبت بصیرت دارند. نت است کنارگیری تو ظاهری از قدرت، رمز و راز، بی‌تفاوتی و دست نیافتنی بودن ایجاد میکنه و بیشتر مردم نمیتونن از این فراتر رو ببینن. اونا فکر میکنن قدرت باید با سر و صدا و تلاش همراه باشه. اما قدرت واقعی آرومه. اون آرامش قبل از طوفانه. اون تخت خالیه که بدون کلمات فرمان وفاداری میده. اون استاد شطرنجیه که منتظر میمونه، در حالی که مهره‌ها کورکورانه به جلو میرن. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، کنترل رو از دست نمیدی، بلکه کنترل رو به دست میگیری. چون نیاز به دنبال کردن از ترس میاد. ترس از دست دادن، ترس از جایگزین شدن، ترس از بی اهمیت بودن و ترس تو رو ضعیف میکنه. لحظه‌ای که صاحب ترس میشی، لحظه‌ای که میپذیری باختن بخشی از بازیه، دست نیافتنی میشی. دست از التماس برای خرده‌های توجه بر میداری و ناگهان اون خرده‌ها تبدیل به یک جشن میشن. چرا؟ چون مردم مشتاق چیزی هستن که نمیتونن داشته باشن. اونا از چیزی اطاعت میکنن که نمیتونن کنترلش کنن. سگ گرسنه وقتی صاحبش روش رو برمیگردونه، بلندتر پارس میکنه. عاشق ناامید فقط وقتی جواب نمیگیره زنگ میزنه. ضعیف‌ها وقتی قوی‌ها راه میرن تسلیم میشن. این درسیه که ماکیاولی توی ذهن هر فرمانروایی حک کرد. قدرت هنر وادار کردن بقیه به اومدن به سمت تو هست، نه هنر دویدن به دنبال اونها. دنبال کردن یه تله هست. قفسیه که برای خودت میسازی. تو رو به تایید اونها زنجیر میکنه. باعث میشه ارزشت به تمایل اونها برای موندن وابسته باشه. اما آزادی راه رفتن هست. راه رفتن از روابط سمی، راه رفتن از وفاداری‌های دروغین، راه رفتن از آدم‌هایی که فقط وقتی بهشون نیاز دارن تو رو میخوان. چون وقتی راه میری، بازی عوض میشه. اونا شروع به زنگ زدن میکنن، شروع به کوتاه اومدن میکنن، شروع به اطاعت میکنن. نه به این دلیل که تو دستور دادی، نه به این دلیل که مجبورشون کردی، بلکه به این دلیل که به هزینه از دست دادن تو پی میبرن و اون هزینه وحشتناکه. قدرتی که از سکوت میاد. پس این حقیقت سرد بیرحمانه هست. هرچقدر بیشتر دنبال کنی ضعیفتر میشی. هرچقدر بیشتر جدا بشی قویتر میشی. ماکیاولی اون رو با قند و شکر شیرین نکرد، چون زندگی شیرین نیست.
زندگی یک میدون نبرده که بی‌دقت‌ها میمیرن و حسابگرها موفق میشن. اگه کنترل، اطاعت و احترام میخوای، هنر ناپدید شدن رو یاد بگیر. اون کسی باش که بدون نگاه کردن به پشت سر راه میره. اون کسی باش که دقیقاً در لحظه‌ای که اونا انتظار دارن برای سخت‌تر جنگیدن، از دنبال کردن دست برمی‌داره. چون قدرت به کسانی تعلق نداره که بلندترین فریاد رو میزنن. به کسانی تعلق داره که میدونن کی باید ساکت باشن و در اون سکوت تو تبدیل به نیرویی میشی که اونا نمیتونن در برابرش مقاومت کنن. چون نبودن شدیدترین شکل حضوره. تا الان میفهمی که این در مورد غرور یا بیرحمی نیست. این در مورد بقاست. این در مورد تسلط بر قوانینیه که بقیه حاضر به دیدنش نیستن. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، بقیه رو مجبور به آشکار کردن نیت‌های واقعیشون میکنی. دوستان وقت خوشی، فرصت طلب‌ها، ضعیف‌ها رو لو میدی. چون فقط ناامیدها به دنبال کسی که راه میره میدون. قوی‌ها به سکوت احترام میذارن، به نبودن بها میدن. از قدرتی که التماس نمیکنه اطاعت میکنن. این همون پیروزی واقعی هست که ماکیاولی ازش حرف زد. نه برنده شدن در یک نبرد، بلکه برنده شدن در جنگ اراده ها. جنگی که در اون قدرت تو با چقدر کم دادن اندازه گیری میشه. جایی که ارزشت با چقدر نگه داشتن تعریف میشه. جایی که نبودنت قوانین رو مینویسه. اگه وقتی دنبال میکنی بهت اطاعت میکنن، اون قدرت نیست، توهم هست. قدرت واقعی زمانیه که اونا اطاعت میکنن چون باید. چون از دست دادن تو به معنی از دست دادن همه چیزه که فکر میکردن دارن. پس هرگز دنبال نکن. هرگز التماس نکن. هرگز خودت رو به سطح ناامیدی کسی پایین نیار. به یاد داشته باش، تخت به کسانی تعلق داره که در هرج و مرج آرومن. کسانی که وقتی بقیه از هم میپاشن جای خودشون میمونن. کسانی که وقتی بقیه حمله میکنن ناپدید میشن و به عنوان پادشاه دوباره ظاهر میشن. ماکیاولی راز رو خوب میدونست. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، اونا شروع به اطاعت میکنن. نه به این دلیل که تو درخواست میکنی، بلکه به این دلیل که حاضر نیستی اسیر بشی. اینطوری قدرت ساخته میشه. اینطوری امپراتوری ها بالا و پایین میرن. تو یک مهره نیستی، تو یک بازیکن هستی. لحظه‌ای که این رو بپذیری، لحظه‌ای که دست از دنبال کردن برداری، شروع به فرمان دادن اطاعت میکنی. نه با زور، بلکه با یک حضور شکست ناپذیر. بیرحم باش، ساکت باش. اون کسی باش که اونا نمیتونن لمسش کنن. چون وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، اونا شروع به اطاعت میکنن. اگر میخواهی قدرت را به راستی درک کنی، ابتدا باید توهمات مربوط به انصاف و مهربانی را کنار بگذاری. دنیا حول احساسات یا خواسته های تو نمیچرخه، بلکه حول نفوذ، کنترل و توانایی شکل دادن به نتایج بدون نیاز به اجازه میچرخه. بیشتر مردم انرژیشون رو صرف دنبال کردن چیزهایی میکنن که هرگز مال اونها نخواهد بود. تایید، عشق، وفاداری، بدون اینکه بفهمن در حال تقویت همون زنجیرهایی هستند که اونها رو در بند کشیدند. هرچه سخت‌تر دنبال کنند، ضعیف‌تر میشن. به همین دلیله که بزرگترین درسی که ماکیاولی برای ما گذاشت، بیرحمانه اما واضحه. تو باید قدرت راه رفتن بدون ترس رو در خود پرورش بدی. نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان یک حالت طبیعی وجودی. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، چرخه سمی وابستگی را رد می‌کنی. از اضطراب مداوم نیاز به تایید رها می‌شوی. به نیرویی طبیعی تبدیل می‌شوی که نمی‌توان با آن معامله کرد یا مالک آن شد. مردم از کسی اطاعت می‌کنند که اعتماد به نفس ناپدید شدن را دارد. آنها به کسی احترام می‌گذارند که التماس یا خواهش نمی‌کند. زیرا در آن نبود حقیقتی را می‌بینند که نمی‌توانند انکار کنند. تو مال آنها نیستی که به تو فرمان دهند و این درک آنها را وحشت زده می‌کند. آنها سعی خواهند کرد تو را با وعده‌ها، گناه و فریب به عقب بکشند، اما تو باید مقاومت کنی. هر قدمی که به عقب برمی‌داری، یک قدم به جلو در قدرت است.
ماکیاولی فهمید که قدرت تنها مربوط به نیروی بیرحمانه نیست. آن یک جنگ روانی است. هنر ایجاد شک و ترس در قلب دیگران است. ترس از این که ممکن است چیزی را که هرگز به راستی مالک آن نبوده اند از دست بدهند. وقتی آنها بفهمند که تو برای همیشه منتظر نخواهی ماند، کل طرز فکرشان تغییر می کند. آنها برای جلب توجه تو دست و پا می زنند، نه به این دلیل که تو طلب می کنی، بلکه به این دلیل که نبود تو یک خلأ ایجاد می کند که نمی توانند آن را پر کنند. این تفاوت بین احترام و ناامیدی است. احترام به کسانی داده می شود که قدرت و استقلال را در خود مجسم می کنند. ناامیدی به کسانی می چسبد که ضعف و نیازمندی نشان می دهند. انتخاب با توست. می توانی فردی باشی که بی پایان دنبال می کند و در این فرایند خود را از دست می دهد، یا می توانی فردی باشی که افسار را نگه می دارد و از جایی آرام و تحت کنترل فرمان می دهد. قدرت. در این تصور کن بدون پشیمانی از روابط سمی راه می روی. تصور کن مرزهایی را تعیین می کنی که دیگران قبل از عبور از آنها 2 بار فکر کنند. تصور کن آنقدر خودکفا می شوی که هیچ نظری نمی تواند پایه‌ات را متزلزل کند. این همان قدرتی است که ماکیاولی توصیف کرد. این قدرت با شانس یا حق تولد داده نمی شود. با انضباط و وضوح بیرحمانه به دست می آید. اما برای رسیدن به آن سطح باید ناراحتی را بپذیری. باید سکوتی را که با کنارگیری می آید تحمل کنی. باید با تنهایی که با استقلال می آید روبرو شوی. زیرا دنبال کردن به طور موقت خلأ را پر می کند، اما راه رفتن به طور دائم آن را با قدرت پر می کند. این قدرت در هر کاری که انجام می دهی نمایان می شود. در نگاهت، در حالتت، در سرباز زدن از توضیح دادن خودت. مردم متوجه می شوند. آنها بلا فاصله تغییر را حس می کنند و رفتارشان را بر اساس آن تنظیم می کنند. کسانی که ارزش نگه داشتن دارند به سطح تو می رسند. کسانی که هرگز وفادار نبودند ناپدید می شوند و این دقیقاً همانطور است که باید باشد. زیرا زمان، انرژی و حضور تو ارزشمندترین دارایی‌های تو هستند. باید از آنها مانند گنجی محافظت کنی. دست از دادن آنها به هر کسی که طلب می کند بردار. دست از دنبال کردن تایید از کسانی که لیاقتش را ندارند بردار. کمیاب شو. ساکت شو. دست نیافتنی شو و ببین که چگونه دنیا به اراده تو خم می شود. ماکیاولی فقط به فرمانرواها نحوه حکومت بر پادشاهی ها را یاد نداد. او به ما نحوه حکومت بر خودمون رو یاد داد تا بر خواسته ها، ترس ها و اعمالمون مسلط بشیم. قدرت هدیه‌ای نیست که از دیگران دریافت کنی. آن تختی است که با سر باز زدن از التماس برای یک صندلی به دست می‌آوری. پس شروع به راه رفتن کن، نه از روی خشم یا کینه، بلکه به این دلیل که ارزش خودت رو می‌دونی. به این دلیل که بازی رو می‌دونی و هرگز دوباره دنبال کننده نخواهی بود. وقتی دست از دنبال کردن برمی‌داری، اونها شروع به اطاعت می‌کنند. این یک تهدید نیست، یک واقعیته. واقعیتی که ماکیاولی بر اون مسلط شد و اکنون نوبت توست که از اون استفاده کنی. اینجاست که بیشتر مردم در خط پایان شکست می‌خورند. وقتی بالاخره می‌فهمند که قدرت در مورد تعقیب بی پایان نیست، بلکه در مورد دانستن زمان توقف است. ماکیاولی فهمید که قدرت سیال است. همیشه در حال تغییر است و کسی که این جریان رو کنترل می‌کند همه چیز رو برنده می‌شود. بسیاری انرژی خود رو صرف دویدن به دنبال تایید، محبت یا وفاداری می‌کنند که هرگز به طور کامل دریافت نخواهند کرد. اونها خود رو خسته می‌کنند. آسیب پذیری هاشون رو آشکار کرده و قدرتشون رو ذره ذره به دیگران میدند. اما افراد باهوش، حسابگر و واقعاً قدرتمند میفهمند که قدرت در چسبیدن نیست، در رها کردن است. راه رفتن یک استراتژی است، نه تسلیم شدن. به شجاعت بیشتری نسبت به تعقیب بی‌امان نیاز دارد. این در مورد غرور نیست. این در مورد کنترل است.
کنترل بر خودت، بر احساساتت، بر خودبازی. وقتی عقب میکشی، الگو را مختل میکنی. جایی که رضایت بود، تنش ایجاد میکنی. جایی که پیشبینی پذیری بود، عدم قطعیت ایجاد میکنی و مردم عدم قطعیت را دوست ندارند. آنها از آن میترسند. آن ترس به نفوذ تو تبدیل میشود. آنها برای پر کردن خلایی که پشت سر میگذاری دست و پا میزنند، اغلب بدون اینکه حتی دلیلش را بفهمند. تلاش آنها اولویت‌ها، ضعف‌ها و نیت‌های واقعیشان را آشکار می‌کند. تو با ساده ترین کار، یعنی در دسترس نبودن، بینش و قدرت به دست می‌آوری. نبودن ارزش ایجاد می‌کند، زیرا راحتی را از بین می‌برد. راحتی بی احترامی را به همراه دارد و بی احترامی بی اهمیتی را. تو نمیخواهی بی اهمیت باشی، تو میخواهی کسی باشی که افسار را نگه می‌دارد، نه کسی که به طور درمانده‌ای کشیده می‌شود. درس ماکیاولی واضح است: بر هنر کنارگیری حساب شده مسلط شو. در ناپدید شدنهایت عمدی باش. هرگز بیش از حد در دسترس نباش. دنیا به دنبال چیزی خواهد رفت که نمیتواند آن را به دست آورد. به کسی اطاعت خواهد کرد که از دست دادن آن میترسد. به کسی احترام خواهد گذاشت که نمیتواند مالک آن باشد. این یک حقیقت سرد است، اما واقعیت طبیعت انسان است. برای بقا و رشد در این دنیا باید آن را به طور کامل بپذیری. قدرت با اینکه چقدر بلند فریاد میزنی یا چقدر سریع به دنبال دیگران میدوی اندازه‌گیری نمی شود. قدرت با اینکه چقدر صبورانه صبر میکنی، چقدر آرام مشاهده میکنی و چقدر سرد عمل میکنی وقتی که مهم است اندازه‌گیری می شود. وقتی دست از دنبال کردن برمیداری، دیگران را مجبور میکنی تا ارزش تو را بدون اینکه مجبور باشی به آنها بگویی ببینند. تو با تبدیل شدن به یک غایب به جایزه تبدیل میشوی. این نهایی ترین حرکت قدرت است. ساکت، مطمئن و پایدار. بنابراین دفعه بعد که احساس نیاز به دنبال کردن تایید کسی را کردی، به این فکر کن که چه چیزی به دست میآوری و چه چیزی از دست میدهی. آیا احترام دست میآوری یا عزت نفست را قربانی میکنی؟ آیا موقعیتت را تقویت میکنی یا پایه‌ات را تضعیف میکنی؟ دست از دنبال کردن بردار. شروع به فرمان دادن به حضور خودت کن. از آنچه دیگر به تو خدمت نمی کند راه برو. انرژیت را از کسانی که بدون بخشیدن میگیرند پس بگیر. با زمان و توجهت کمیابی ایجاد کن. ببین که چگونه آنها سازگار می شوند. ببین که چگونه نگرششان تغییر می کند وقتی از بودن به عنوان گزینه پشتیبان آنها سرباز می زنی. این فقط در مورد روابط نیست. در مورد کل زندگی توست. حرفه، دوستی ها، جاه طلبی هایت. قدرت همه جا هست و کسانی که بر پویایی تعقیب و کنارگیری مسلط می شوند همه آن را کنترل می کند. کلمات ماکیاولی هنوز هم درست هستند. کسی که می خواهد به او اطاعت شود باید بداند چگونه فرمان دهد. اما فرماندهی واقعی بلند یا ناامیدانه نیست. آرام و مطمئن است. چشم آرام در طوفان هرج و مرج است. وقتی این اصل را عمیقاً درک کنی به فرمانروای دنیای خودت تبدیل می شوی. لحظه‌ای که از دنبال کردن سر باز می زنی، لحظه‌ای است که دست نیافتنی می شوی. پس آن را بپذیر. طرز فکرت را دگرگون کن. استراتژیت را تیز کن. جایگاه برحق خودت را به عنوان کسی که بدون التماس فرمان می دهد به دست آور. و وقتی این کار را انجام دهی، وقتی به راستی از دنبال کردن دست برداری، دیگران شروع به اطاعت خواهند کرد. این واقعیت بیرحمانه‌ای است که ماکیاولی می‌خواست تو بدانی. اگر آماده ای تا وارد این قدرت شوی، دکمه لایک را بزن، برای حقایق بیرحمانه تر سابسکرایب کن و اعلانها را روشن کن، زیرا این کانال منبع تو برای حقایق سختی در مورد کنترل، نفوذ و تسلط است. درس هایی که تو را شکست ناپذیر خواهد کرد. به یاد داشته باش، قدرت هرگز داده نمی شود. توسط کسانی گرفته می شود که از دنبال کردن سر باز می زند و زمان تو برای گرفتن آن اکنون است.